الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. برادر از ما سوال نمودند که آیا در زمان ابو حنیفه رحمه الله ابو حنیفه را امام اعظم می گفتند و آیا امام اعظم گفتن این خلاف شریعت نیست؟ آیا این خطا نیست؟ آیا همین درست است که یکی از امام را ابو حنیفه خواه غیر ابو حنیفه دیگری را امام اعظم گفته شود و آیا امام اعظم این تنها رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست؟ و همچنین سوال دادند. بارک الله فیک. البته این سوال مهم است. کسی که اهمیت به توحید خود دارد، اهمیت به دین خود دارد، همچنین سوال ها را میدهد و میخواهد که بفهمد. امام اعظم، امام معروف است که پیشوای مذهب عالمی که مشهور شده است امام گفته می شود، اما اعظم این از بزرگ است، عظیم. نام الله سبحانه و تعالی العظیم است و صفت الله این بزرگ بودنش است. اعظم این صیغه تفضیل در خیلی که صرف معروف است، در صیغه تفضیل آمده است. اعظم یعنی بزرگترین امام در روی دنیا، بزرگترین امام گویا ابو حنیفه. اعظم وقتی که گفته می شود گویا که بزرگترین امامی که در همه روی دنیا بود. برای که غیر از ابو حنیفه هیچ کسی را امام اعظم میبینیم که مذهب ابو حنیفه نمیگوید. کسانی که در مذهب حنفی هستند ابو بکر امام اعظم، عمر امام اعظم نمیگویند. پس وقتی که امام اعظم میگه اعوذ بالله، تمام کسان گویا از ابو حنیفه پس است و این درست نیست. صیغه بالاترین درجه بزرگی امامیت را به ابو حنیفه دادن، این تعصب کردن به ابو حنیفه، غلات کردن به ابو حنیفه، افراط کردن در حق ابو حنیفه، زیاده روی کردن و تقلید کورکورانه کردن به ابو حنیفه رحمه الله است. خود ابو حنیفه از این لقب راضی نیست و در زمان ابو حنیفه رحمه الله هیچ کسی در روبروی ابو حنیفه را امام اعظم نگفته است و این معروف و مشهور است. یگان نفر از شاگردانشان، 3 شاگرد مشهور داشتند. یعقوب ابن ابراهیم که ابو یوسف میگفتند و مشغول به قاضیگی بود، و بعد از این زفر شاگرد داشتند که در سن 18 سالگی وفات کرد، و بعد از این شاگرد داشتند محمد ابن الحسن شیبانی رحمه الله که تمامی کتاب‌هایی که در مذهب ابو حنیفه است، ظواهر الروایه و غیرش، 6 کتاب اصول و تمامی مذهب ابو حنیفه را با نوشتن محمد ابن الحسن شیبانی به پیش برده است و در هیچ جای یگان نفر از این شاگردانشان امام اعظم نگفته است ابو حنیفه را. ابو حنیفه میگفتند یا استاد میگفتند. اما آهسته آهسته وقتی که جاهلان و متعصبان و به خصوص صوفی ها خود را به مذهب ابو حنیفه نسبت دادند در فقه نه در عقیده، ابو حنیفه را امام اعظم گفتند، بزرگترین انسان گفتند، غلو کردند و بالاخره به بالای سرشان یک الهی را ساختند. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، بجز الله یک رب، یک الهی را به خود ساختند. ابو حنیفه از این راضی نیست رحمه الله. ابو حنیفه موحد بود. ابو حنیفه به یگان کلمه شرکیه که باشد راضی نبود، به یگان صفتی که از صفات پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد و به هیچ کسی جایز نباشد او گرفتنش را قبول نمیکرد. اما مقلدین جهال، مقلدینی که تقلیدی والعیاذ بالله غیر شرعی هست، تقلیدی که از دایره شرع بیرون شده است، تقلیدی که به تعصب و آدم پرستی وارد شده است، تقلیدی که حرام است، به همین تقلید بسیار مردم واقع شدند و در حق ابو حنیفه غلو کردند. اهل سنت و الجماعت، کسانی که واقعا عقیدتا در مذهب اهل سنت و الجماعت هستند و فقها، البته ابو حنیفه، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل اینها را در فقها قبول میکنند و اجتهادشون را نظر میکنند و با حجت و دلیل میبینند که کدام از اونها سخن کرده است،
کسی که حجتش قوی است و صحیح است قبول میکنند، هم خل میروند. اینها در حق یگان نفر از علما غلو نمیکنند. اما کسانی که عقیده اشون اهل سنت و الجماعت نیست، اما خود را نسبت میدهند به ابو حنیفه یا که مالک شافعی، سبحان الله، در فقه عقیدتا اینها ماتریدی، عقیدتا اینها اشعری، عقیدتا اینها صوفی که باز همون اشعری ماتریدی، اما فقها حنفی، اینا غلو کردن در حق ابو حنیفه. پس اینها لقب گذاشتن به ابو حنیفه امام اعظم. ابو حنیفه امام اعظم نیست، امام اعظم رسول الله صلی الله علیه وسلم است. امام اعظم یعنی بزرگترین امام از همه جانب، بزرگترین امام در فقه، بزرگترین امام در دین، بزرگترین امام در توحید، بزرگترین امام در آداب و اخلاق، بزرگترین امام در رحم، بزرگترین امام در شجاعت، بزرگترین امام در مهربانی، بزرگترین امام بارک الله فیکم در توحید و در رسانیدن دین الله. این رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند از همه جانب. و بعد از رسول الله معروف است که مذهب ابو حنیفه و مذهب مالک شافعی خودشون میگن که از همه بزرگترین صحابه، بهترین و افضلترین ابو بکر صدیق، بعد از این عمر الفاروق، بعد از این عثمان ذی النورین و بعد از این علی ابن ابی طالب رضی الله عنهم اجمعین. بارک الله فیکم. از همین جهت درست نیست هر کسی که این خل کلمه رو استفاده برد درست نیست. و این چنین استفاده بردن کلمه های به مانند قاضی القضات، قاضی قاضی ها، مالک الملوک، پادشاهی پادشاه ها، این شرک اصغر است. علما میگن برای که قاضی القضات این الله است، قاضی قاضی ها الله است، مالک مالک ها، پادشاهی پادشاهان این الله است. بارک الله فیکم و حیاکم الله و بیاکم. از همین جهت باید مواظب باشیم با کلمه هایی که استفاده میبریم.